اما در میان قوم انبیای کاذب نیز بودند، چنان که در میان شما هم معلمان کاذب خواهند بود که بدعت‌های هلاکت آور را جاری خواهند کرد و خداوندی را که برای آنها فدیه داد انکار نموده به زودی به سر خود هلاکت خواهند آورد. و بسیار کسان فسق و فجور آنها را پیروی خواهند کرد و به وسیله آنها راه راستی گرفتار تحقیر خواهد شد و از روی طمعکاری با سخنان مکرآمیز شما را به دام خواهند درآورد. حکم آنها کیها مهیاست و هلاکت آنها پنهان نرفته است. زیرا مادامی که خدا به فرشته های گناهکار امان نداد، بلکه آنها را در جهنم انداخته به مغاره های ظلمات سپرد تا که برای داوری در قید و بند نگاه داشته شوند. و به دنیای قدیم امان نداد، بلکه فقط 8 نفر و از آن جمله نوح را که واعظ عدالت بود محفوظ داشته بر عالم آسیان طوفان آورد و شهرهای سدوم و عمورا را به هلاکت محکوم نمود و همچون تمثال برای آسیان آینده به خاکستر تبدیل داد و لوط عادل را که از رفتار فاسقانه شریران به تنگ آمده بود رها کرد، زیرا که آن عادل در میان آنها عمر به سر برده و کارهای بد آنها را دیده و شنیده جان عادلانه خود را هر روزه می آزرد. پس خداوند می داند که چگونه پرهیزگاران را از آزمایش رها کند و شریران را برای جزا تا روز داوری در قید بند نگاه دارد.